Do you know the legend of the butterflies? Once upon a time, the world was made out of love. In that world, the people were all just butterflies. But one day, 3 of the butterflies left that world. As they were traveling, they were attracted to a candle's flame. The first one went closer and said, "I know about love." The second touched the flame lightly with his wings and said, "I know how love's fire can burn." The third one threw herself into the heart of the flame and was consumed. She alone knows what true love is. عاشقانی دیگر از راه میرسند، جملگی در حکم 3 پروانه‌اند، در جهان عاشقی افسانه‌اند. اولین شیدای شمعی دوردست، شعله‌ای از دور در قلبش نشست. قلبش به تپش افتاد که یافتم، این است عشق. دومی پرواز کرد و دور شد تا به مرز شعله ها و نور شد. چون گرمای شعله را بر چهره‌اش حس کرد، بازگشت که وای سوختم در سوز عشق. اما سومی پرپرزنان زان دو گذشت، گرد آتش گشت و بر آتش نشست. دیگرانی او را بدیدندی ز دور، شمع با خود کرده هم رنگش ز نور. آی عشق آی عشق، تو آن ابریق آتش زلالی در کام بیقراران. عشق خورشید و جهان شبنم بی بنیاد است، از صفارای شبنم چه خطر دارد عشق؟ همه اجزای جهان را به سفر دارد عشق. Mastone,
آتش زهرا